مردم برای چندین روزها و هفته ها بیکار مانده و تنها برای اجرت ایستگاه میآیند اینجا و نوبت میستند تا اینکه داخل شوند، ولی نوبتشان نمیرسد. البته امروز یک خبری هم خواندیم که از حکومت روسیه طلب نمودند که تا 15 سپتامبر مهلتی بود و باش مهاجران را تمدید کنند تا اینکه وضعیتشان واقعا هم بد و وخیم است و امکانی تا 15 ایون انجام دادن همه این مهاجرانی که در نوبت ایستاده و عددشان میلیون ها هست، یعنی فیمس این کار انجام دادن نمیتواند. و این خاطر از حکومت روسیه تا 3 ماه دیگر مهلت طلب کردند تا اینکه ما با بودجه کشور روسیه، یعنی که مبلغ بیشتری از این مهاجرا، از این گستربیتی را جمع کنیم و ممکن است که حکومت روسیه این اقدام جانبداری کنه برای اینکه باز هم براشون پول بیشتر جمع شود. ولی باید قید نمایم که برادرانی که نامهاشون عوض کردن، برادرانی که یعنی که چند 5 6 7 سال پیش هم این کار باشه، وقتی که اینها برای پتین گرفتن میروند باید بفهمند که اگر نامشون عوض کردگی باشد اینها میگیرن، یعنی که جریمه میکنن 80,000 از این کم و بالا بیشتر و زندان میکنن و مهلت‌های طولانی شما را از روسیه دیپورت میکنن. این هم در نظر داشته باشید و خوب با دقت باشید در این مسئله تا اینکه روی نخواسته مشکلاتی برای شما انشاءالله که نشود.